قرغیزستان تاجیکستان را با پخش اخبار دروغ متهم کرد. واهمه‌های فانتاستیکی مقام‌های تاجیکستان از حکومت طالبان. مهاجران در روسیه به سنجش‌های جدی دچار می‌شوند. در ولایت ارنبورگ ارزش پتنت برای کار گران می‌شود. نیروهای مرزبانی قرغیزستان به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان پاسخ داده دعوای تاجیکستان را درباره نقض حریم هوایی تاجیکستان و تقویت واحدهای جنگی در نزدیکی مرز دور از واقعیت نامید. برعکس قرغیزستان جانب تاجیکستان را به آن متهم کرد که سر از 25 سپتامبر به جنگ نو آمادگی میگیرد. نیروهای مرزبانی قرغیزستان ادعا کرد که جانب تاجیکستان قصداً دلیل ها را دستکاری می کند و مردم نزد سرحدی را به شور می اندازد. مثال این نشر عکسی است که انتقال تکنیک در افتوترال را به نمایش گذاشته است. به گفته نیروهای مرزبانی قرغیزستان این عکس ماه سپتامبر زمانی که قرغیزستان نیروهایش را از مصر بازپس می برد گرفته شده است. به گفته جانب قرغیزستان از 25 سپتامبر جانب تاجیکستان به آماده سازی موقع‌های جنگی ادامه می دهد و در تمام طول خط مرز با قرغیزستان خندق می کند. از همان روز بیش از 10 حالت استفاده درون هایی که با وارد شدن به قلمرو قرغیزستان جاسوسی می کردند به قید گرفته شده است. اما کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان میگوید در این مدت درون‌های جانبی قرغیزستان 13 مرتبه به قلمرو تاجیکستان در ناحیه‌های اسفره و باباجان غفوروف وارد شده‌اند. قرغیزستان همچنین تاجیکستان را از سوء استفاده مسجدها برای تعلیم زر خریدها و ذخیره کردن سلاح و مهمات متهم کرده است. وزیر امور داخلی تاجیکستان در کنفرانس همکاری بین المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم گفت که طالبان تا کنون به بیش از 3000 نفر از اعضای گروه تروریستی شناسنامه افغانستان داده است. رمضان رحیمزاده افزود این وضعیت یک بار دیگر خطر رژیم طالبان را تایید می‌کند. در همین حال او هیچ دلیلی برای این حرفایش ارائه نکرد. این معلومات از طرف کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا که با طالبان می‌جنگد نیز گزارش نشده است. همچنین کشورشاه خوشوقت نائب فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در امور استخبارات نیز دیروز گفته بود که در دست تروریست‌ها در مرز تاجیکستان با افغانستان سلاح‌های وزنین و حتی هواپیماهای بی‌سرنشین هستند. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم در روز اولی کنفرانس همکاری بین المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تروریست ها گفته بود که 10 نفر مجاهد و انتحاری در افغانستان آموزش می‌بینند. مقامات تاجیکستان از جمله وزارت کارهای داخله آمار دروغ زیاد نشر میکنند. برای مثال شمار تروریستانی که هر سال این وزارت از بازداشتشان خبر میدهد و یا عملیات تروریستی که از خنثی شدنشان گزارش ارائه میکند از تمام دنیا حتی از کشورهای جنگ زده نیز بیشتر است. در همین حال شمار عملیات تروریستی در تاجیکستان کمترین در جهان می باشد. زندان‌های تاجیکستان پر از جوانان و مردانی هستند که بدون کمترین گناه بازداشت شده سپس زیر شکنجه طرح‌ریزی کدام یک عملیات تروریستی را به دوش گرفته‌اند. مقامات تاجیکستان در حال خود را مبارز علیه تروریسم می‌دانند که در جنگ روسیه و اوکراین در کنار روسیه ایستاده‌اند. طبق برخی معلومات پهپادهای ایرانی به روسیه که اینک از طرف کشورهای اروپا تروریستی اعلان شد طریق تاجیکستان رسانیده می شوند. طالبان تاکنون به این اتهام مقامهای تاجیکستان واکنش نشان ندادند، اما این گروه در چند روز اخیر کارزاری را در توییتر به راه انداختند و با تقدیر و تمجید از نیروهای انتحاری خود در 20 سال گذشته این اقدام را تبلیغ می کنند. مهاجران در روسیه به سنجش‌های جدی دچار می‌شوند. تدبیرهای گوناگون جبهه حفظ حقوق در منطقه‌های مهاجرنشین و محل زیست آنها به زودی در سراسر روسیه صورت می‌گیرند. شورای امنیتی روسیه تصمیم گرفته است که برای تامین ترتیبات حقوقی در بین مهاجران تدبیرهای گسترده برگزار کند. در این باره نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت خبر داده گفت برای تامین ترتیبات حقوقی در جایهایی که مهاجران به طور دسته‌جمعی زندگی می‌کنند تدبیرها اندیشیده می‌شوند. پاتروشف توضیح داد که تغییرات قانونی برای پرزور کردن نظارت مهاجرت و مسئولیت شهروندان خارجی برای ویران کردن قاعده‌های بودجه پیش بینی شده است و سنجش‌های حضور قانونی در سراسر روسیه صورت خواهد گرفت.
همچنین به حکومت روسیه وزارت و اداره‌های منفعت‌دار به نمایندگان وکالتداری پرزیدنت فدراسیون روسیه در حوزه‌های فدرالی و رهبران ولایت‌های روسیه سپارش‌های دیگر داده شدند. گفتنی است در جلسه شورای امنیت ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه فرمان صادر کرد که نظارت بود و باش و کار و فعالیت مهاجران به طور جدی زیر نظارت گرفته شود. Уважаемые коллеги, сейчас перейдем к повестке заседания Совета Безопасности. Обсудим некоторые вопросы миграционной политики. Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества. Ситуация в мире динамично меняется. Возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу. И нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения. Совершенствовать нашу работу, исходя из тщательного анализа новых реалий. Так очевидно, что необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. در ولایت اورنبورگ ارزش پتنت برای کارگران می شود. نرخ پتنت با خانه شهروندان خارجی که در ولایت اورنبورگ کار می کنند از 4371 تا 5385 روبل افزایش می یابد. قانون دخلدار را وکیلان پارلمان ولایت قبول کردند. گفته می شود که از سال 2023 کوفیسینت انعکاس کننده خصوصیت های منطقوی بازار مهنت 199 بوده، امسال 184 را تشکیل می دهد که در 3 سال آخر تغییر نیافته است. محض همین نشان دهنده هنگام حساب کردن پیش پرداخت انداز از درآمد برای شهروندان خارجی که در روسیه با پتنت کاری کار می کنند استفاده می شود.